همین چند وقت پیش به اسم انفجار بزرگ. این چاپ نشد. میگویم چرا یکی زنگ نمیزند بگوید فضل الله خان اولین دندان پسرم کیومرث همین امروز صبح نیش زد. میشنوی امین آقا؟ اینها همشان فقط بلدن نفوس بد بزنند، ناله کنند که عمه جانم فوت کرده. دنده ها، این دنده راستم اینجا درد میکند، آن وقت من حرفی نمیزنم. چندین و چند سال است میشنوی زن؟ پای راستم دائم انگار که گر گرفته باشد میسوزد، اما من نمیزنم. رفیق راه پیری من است این درد، گفتن ندارد. به قول استاد کلوخه غم را باید به آب دهان خیس کرد و به زبان هی چرخاند و چرخاند و بعد فرو داد. گفتن ندارد. آمده است که مثلا مرا ببیند، میبیند که من افتادم اینجا، این دوتا دیلاغ را میبیند که ندیم منند شب و روز. آن وقت میگوید نمیدانید تاکسی چقدر گران شده است، تا نگوییم 100 تومان داد نزنیم 200 تومان میدان ونک حتی نگاه آدم نمی کنن. گوشت با من است امینه جان؟ اصغر داداش محمد یعنی آمده و دیدن عمو جانش که من باشم. گفتم چه خبر عمو؟ گفت چه بگویم؟ گفتم یک چیز خوب بگو عمو، خبری که دل من را شاد کند. آهی کشید که گفتم چه میخواهد بگوید؟ میفهمی؟ میگفت کرایه رب و رب من را در آورده، هرچی از این دست میگیریم از آن دست میدهیم به صاحب خانه. گفتم عمو زنت چی میپوشد؟ گاهی که میروی خانه و مثلا یک شاخ بیقابلیت نرگس بهش میدهی دست نمیاندازد دور گردنت؟ شنیدی چی جوابم داد؟ گفت دلت خوش است عمو. دروغ میگویند امینه، باور کن من میشناسم این مردم را. اگر شاد باشند سورسات بزمی را بخواهند بچینند اول پرده هاشان را کیپ تا کیپ میکشند، اما وای اگر عمه دختر عمه ایشان بمیرد، یا حتی پای خواجه با خواجهشان ناغافل مو بردارد، نه که بشکند، فقط مو بردارد. آن وقت بیا و تماشا کن که چطور میکنندش توی بوق که آی ایها الناس. آن وقت دیشب خواب بودی تو، من بیدار شدم دیدم صدا میآید، گوش که دادم فهمیدم باران میبارد، نر میبارید و گاهی یکی دو تا به همین شیشه میخورد. خواستم چراغ روشن کنم که ببینم، گفتم بیدار میشد. خوب دست بردم آهسته تلفن را از عسلی برداشتم گذاشتم روی سینه‌ام، میخواستم به یکی زنگ بزنم که بلند شود، اگر میتواند چراغ روشن کند، برود توی حیاط، برود توی مهتابی، سرش را همینطور کجکی بگیرد زیر باران تا دانه های ریز و سرد بخورد به پیشانیش، بچکد روی گونه هاش. همینطور هم فق گریه میکردم و فکر میکردم به کی تلفن کنم که نگوید زده به سرش. راستش باز ترسیدم که تو بیدار شوی و دیگر بیخوابی بزند به سرت. بعد گفتم خودم بلند میشم، خودم را اول میکشم بالا، مینشینم، میچرخم، بعد هم دست دراز میکنم یک دیلاق به زیر این بغل و یک دیلاق به زیر این یکی، بلند میشوم، خورده خورده میروم تا برسم به در، برسم به آسانسور، بعد دیگر میتوانم به مشرحمت یا آن یوسف یا هر کس که نگهبان ورودی ما باشد بگویم کمکم کند بروم تا حیات ساختمانم. نشد. این تن وفا نکردم این آقا، نامردی کردن این دوتا پا،
گله ای ازشان ندارم. مرا راهها بردند، به بیراهه هم رفتم، به تو نگفتم از ابقلی بودم، عاشق بودم. میرفتم توی کوچه این طرف و آن طرف را میپاییدم و میپریدم لبه دیوار را میگرفتم و به یک خیز میرفتم بالاش. سگ کی بود ترس. بیدار بود، میشنید، میگفت توی فضلی؟ میگفتم مگر یکی دیگر هم هست؟ میگفت داد نزن، بیدار میشوند. آن وقت اینها فقط از ارز حرف میزنن که مثلا شده 200 و چند، مثل که اخیراً گرونتر هم شده. طوری هم میگوین انگار میکنی که اگر 10,000 تایی خریده بودن حالا روی گنج قارون نشسته بودن. توف به این روزگار، صفت ندارند این مردم. نشده به جان خودت یکیشون یک روز بیاید که ببین چه پیراهنی خریدم. دل من که هنوز هستش میزند، میگویم بکن دختر این روپوش را، بچرخ ببینم چین چین دامنت را. میگوید من دامن نمیپوشم. شنیدی چی گفتم؟ صفیه گفت من همیشه بلوز و شلوار تنم میکنم، راحت تر است. این هم از اقبال من. آن دامن سفید و سرخش یادت هست؟ باید یک جایی گذاشته باشیمش. همین چند سال پیش دیدمش و گرفتم جلوم و هی زار زدم. از خوشحالی بود. باور کن یادم آمد میچرخید و دامن چینچین سرخ و سفید دوران پاهای کوچک توپل و سفیدش میچرخید. میگوید من بلوز و شلوار میپوشم. یه میگوید گرمتر است. گفتم توی خانه جلو حاج آقاتون چی؟ گفت بابا کسی دیگر حوصله این حرفها را ندارد. ای وای، اگر می توانستم، اگر تو بودی و کمکم می کردی، می توانستیم دوتایی بگیریمش و بخوابانیمش روی همین تخت و من 2 تا شلالی می زدم و آن کفل نازنینش. جگرم حال می آمد. می گفت بچه ها تا بوق سگ پای تلویزیونن، آقا محمود هم تا بگویی چی خورخورش بالاست. راست که نمی گوید. زمهریر که نشده هنوز. راستش را بگو پیرزن، آن بیرون چه خبر است؟ پشت این پنجره آن طرف این دیوار چه میگذرد که آقا محمود به دختر من هر شب خدا پشت میکند و تا صبح هی خورناس میکشد و این صفیه بی پدر هی فرت و فرت سیگار میکشد و به پنجره نگاه میکند تا کی صبح شود، تا باز بلند شود و اول بچه هاش را برساند، بعد برود اداره کاکلش را بدهد تو و نمیدانم باز مقنعش را زیر گلوش سنجاق کند تا 3 یا 3 و نیم همش مواظب باشد که موهاش نیایند بیرون. خودش گفت به من آتش گرفت دلم، میشنوی زن؟ پرسیدم کدام دیواران بیرون میافتد، کجای این فلک سوراخ میشود اگر موی دختر گنب گل من یکم فقط به اندازه این بتجقه روی این دستمال عسلی از لبه مقنعش جوانه بزند. گفتم کی میترسد از دختر من؟ بفرمایید. همین دیروز توی روزنامه خواندم که 15 میلیارد سال از آغاز هستی این آسمان و این زمین میگذرد. عکس آغاز خلقت را هم گرفته بودن. تازه گوشت با من است، میلیاردها میلیارد سال هم باید بگذرد تا هر ذره هی تجزیه بشود و هی هوا سرد بشود. هوا که سرد نشده، زمهریر که نیست بیرون، از زمهریر هم بدتر باید بشود. همین دیروز بود که آن رنگ نارنجی غروب افتاده بود با آن دیوار. آن وقت صفیه میگوید شربت سینه نیست بابا. آقا محمود 10 تا داروخانه را بیشتر رفته، داروخانه بنیاد هم گفتن ندارن، رفته ناصر خسرو پیدا کرد. من میخوانم، تو که میدانی روزی 2 تا روزنامه رسمی تیراژ بالای این ملک را میخوانم، کتابم میخوانم.
توی اینها که این حرف ها نیست. رادیو هم که مدام میگیرم، سلام صبح بخیر را هر روز صبح گوش میدهم. سر ساعت 2 هم همین امروز اخبار را گرفتم. از 100 یا 1000 درجه زیر صفر هم باید بگذرد. دروغ نمیگوید این صفیه؟ بفرما. این هم مجله روشنفکری. این حرف ها نیست. نق البته میزنند، ولی هیچ کس نمیبینم بنویسد که دماوند صبحها وقتی خورشید هنوز پشت افق آن روبرو باشد چه شکوهی دارد. مردند انگار، چس ناله میکنند مدام. نبودی تو، رفته بودی نان بگیر یا نمیدانم سبزی. صبح اول وقت یکی تلفن کرد گفت 2 تا جوان قرار گذاشتن سر 5 عصر وسط میدان ونک برقصن. من اول زنگ زدم به 2-3 جا. من اول زنگ زدم به 2-3 جا، همینطور شماره میگرفتم و همین را میگفتم. یکی هم به خودم زنگ زد و گفت. من هم غلطیدم و خودم را انداختم پایین و همینطور سینه خیز رفتم تا کنار پنجره و بالاخره بلند شدم. دلم گرفت والله. پشت این همه پنجره یکی نبود. مردن مگر این مردم؟ بعد هم که دست دراز کردم و به هر وزاریاتی بود پنجره را باز کردم و روی این 2 تا آرنجم خودم را کشیدم بالا که مثلا این نیمکت پایین ساختمان را ببینم. دیدم که خالی است. آن یکی هم که جلو ورودی 3 هست خالی بود. کجا هستند این جوانها که 2 تاشان نمی آیند روی این نیمکت زیر این پنجره ما بنشینند؟ دخترک آن سر و پسر این سر و بعد یکی روی چوب نیمکت به ناخن خط بکشد و بپرسد خوب چطوری؟ و آن یکی هم بگوید خوبم. و باز آن یکی دور و برش را نگاه کند، دست بر چوب سرد نیمکت بکشد و بگوید خوبی؟ و دختر بگوید بد نیستم. اشکم پاشید والله. خودت که دیدی، نگفتم بهت؟ ترسیدم که باز زنگ بزنی به آن صفیه یا زنگ بزنی به آن الدنگ بی غیرت که من پس این باباتان بر نمی آیم. گفتم دیر کردی. دلم شور زد. دلم شور میزند وقتی نباشی، وقتی بروی و هی من گوش بدهم و هی صدایی نیاید. سرما سرما میشود، میشنوی امین آقا؟ سردم میشود و هی دلم شور میزند برای آن صفیه و صدیقه، حتی دریغ از یک بند انگوش کاغذ. پسر کاکل به سرتان هم که دستش به دهنش میرسد حتی وقت نمی کند هفته 1 بار تلفن بکند که چطوری بابا؟ کی بود زنگ زد؟ گفت چطوری بابا؟ گفتم من خوبم میسازم. تو چطوری؟ هنوز هم ماهیگیری میروی؟ گفت ساعت خواب بابا. گفتم آخر نامرد جمعه را که ازت نگرفته، دست و زن بچه‌هات رو بگیر و برو کنار رودخانه چند تا ساندویچ هم توی راه بگیر تا طلعت ناچار نشود باز غذا درست کند. قلاب هم که داری، بنشین کنار رودخانه روی یک تکه سنگ. توی حرف من دوید که بیداری بابا. گفتم من 65 سال و 3 ماه هست که بیدارم، تو خوابی نامرد. بعد هم گوشی را گذاشتم. برای همین زنگ نمیزنم. حتما جمعه ها تا لنگ ظهر خواب است. صفیه میگوید 2 تا بچه کنکوری دارد، اگر بخواهد برایشون معلم خصوصی بگیرد کم کمش ساعتی 3 تومان میشود، محصول 3000 تومان هم. راست میگوید این صفیه؟ دانشگاه آزاد رشته پزشکی کرمی کم میگیرن. پس چرا توی روزنامه ها همین راحت ها نمی نویسن؟ اما از من بشنو امینه جان، گیرم که قحطی باشد، گرانی باشد، اما یک چیز دیگر هست.
یک چیزی که من نمیفهمم. آن پایین یک اتفاقی افتاده، کسی مرده که من صدای تار همسایه را نمیشنوم. مدتی است نمیشنوم. یادت هست گفتم برو ببینین همسایه زیری نمرده باشد؟ گفتی نه، صداشون می آید. گفتم من هم میشنوم. آن شب از صدای جیغ زن و یا نمیدانم دخترش بیدار شدم، اما آخر نمیزند. یادت هست که عصرها سر ساعت 3:15 در گوشی بیداد نیم ساعتی میزد؟ تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خوب با بی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند. نه، خبری هست. یک چیزی هست که صفیه هم نمیداند، تو هم نمیدانی. بیرون که میروی همش مواظبی که مبادا بیفتی و مثل آن دفعه لگن خاصرت بشکند. برای همین دور و برت را خوب نمیبینی. نگاه کن زن، ببین چه خبر شده است. 15 میلیارد سال از آن انفجار بزرگ تا همین حالا هی این سنگ و کلوخ ها چرخیدن و هی به هم خوردن تا شدن ما. شدن دو جوان که دو طرف نیمکت بنشینن و هی یکی بگوید چطوری و آن یکی بگوید خوبم و هی کنسرک بیاین کنار هم. آن وقت ما مردم خم نمیشویم زمین را ببوسیم. حرمت باید گذاشت، کفران نعمت میکنند این مردم نمیرقصند. مثل کهکشان شیری خودمان که هی دور خودش چرخ و نیم چرخ میزند. گوش میکنی امین آقا؟ این پنجره ها رو نگاه کن. توی هر بلوک همین شهرک اکباتان اقلا 200 تا 400 خانوار آدم هست. همه هم پنجره ها را بستن. تازه اگر هم باز باشد فقط زرزر تلویزیون می آید. نگفتم برات. رفته بودیم کنار یک چشمه بالای ده خسروآباد، طرفهای چهارمحال. من بودم و 5 تا از دوستان، 2 تاشون نیستن. شاید هم باشن اما نشنیدم که باشن. چشمه استخطوری بود که از تهش آب می جوشید. ما همان روی صفه زیر یک نارون کهن کنار استخر پتو می انداختیم یا گلیم و از صبح تا شب یا توی آب بودیم یا این طرف و آن طرف ولو می شدیم. آبش آنقدر سرد بود که وقتی بیرون می آمدیم دندانهامان تریک تریک به هم می خورد. اما ما می دویدیم یا دست و پایی تکان می دادیم و باز از نو می پریدیم توی آب. هر روز هم یکی آشپزی می کرد. قرار هم بود هیچ کس نه کتاب بیاورد و نه نمیدانم شطرنج یا کاغذ. استاد را که دیده ای او هم بود. 6 روز ماندیم. شبها هم میرفتیم خسروآباد توی مدرسه ده میخوابیدیم و صبح باز برمیگشتیم سر چشمه. اسمش را هم گذاشته بودیم ییلاق و قشلاق. غروب هم که میشد هر شب یکی مجبور بود سرمان را گرم کنه، برقصد یا نمیدانم آواز بخواند یا قصه بگوید یا یک بازی اختراع کند. آخرش هم بهش نمره میداد. شب 4 نوبت استاد بود. گفت من کاری بلد نیستم، صدام هم بد است، خاطرات شخصی هم نمیخوام برایتان بگویم، فقط میخوام چیزی را که شنیدم بگویم. 4-5 ماه پیش رفته بودم دربند به عیادت دوستی. وقتی برمیگشتم توی سرازیری متوجه شدم که دنده جا نمیرود، باد تایرها هم میزان نبود. سر پیچ توی سرازیری دیدم یک مکانیکی هست. نگه داشتم و عقب زدم تا کنار دکانش. پیرمردی بود. گفت که باید ماشین را ببرم توی دکان. کلی جلو عقب کردم تا بردمش سر چال. دست تنها بود. گفت نیم ساعت همین دور و برها قدم بزنید تا درستش کنم. من رفتم کنار نهر، دیدم چه آبی داره، سایه غروب و نمیدانم سایه یک شاخه خشک افتاده بود توی آب. نشستم همان لب نهر و همینطور نگاه میکردم. زلال بود و آب هی غلط میزد و میرفت. یک دفعه دیدم پیرمرد مکانیک کنارم ایستاده با دستمالی
پایش را پاک میکند. پرسید قشنگه ها؟ گفتم بله. گفت خیلی قشنگ. گفتم خیلی. گفت بله میبینم، 40 سال است میبینم. 100 جا برام پیدا شد که بروم دکان بزنم و بروبیایی پیدا کنم، اما هر دفعه که آمدم لب این آب نشستم دیدم نمیتوانم دل بکنم. اینجا خودتون که میبینید برای مکانیکی جای مناسبی نیست، اما من میدانی آخرش چی گفته بود امین آقا؟ مکانیکی گفته من گرفتارم آقا، گرفتار خم این باریک خیابان و این نهر. گرفتار نیستند این مردم. مثلا میآید که مرا ببیند، کتابی هم برایم آورده، اما ننشسته شروع میکند به ناله که بچه ها خرج و مخارج سرشان نمیشود. گفتم همکار محترم، من هم ندارم، مثل تو بازنشسته بانکم، این پاها هم که میبینی جفا کردند، اما هستم و هر روز صبح به کمک این زن بلند میشم و چند دانه برنج و 2 تکه نان شب مانده را که شب قبل خورد کردم میبرم میریزم روی حره این پنجره تا بعد که آمدم اینجا دراز کشیدم صدای قورقورشان را بشنوم. نمیبینمشان، فقط صداشان میآید. وقتی هم میپرند اگر یکیشان اتفاقا از این طرف بپرد رو به غروب میبینمش. گفت خوش به حالت که هنوز برایت حوصله مانده. من که نمیفهمم که غروب میشود یا اصلا خورشید به کدام طرف غروب میکند. گفتم بگیر زیر بغل مرا تا نشانت بدهم. نگرفت. هی حرف توی حرف آورد تا من یادم برود. وقتی میرفت گفت اگر سر بهت نمیزنم باید ببخشی، گرفتارم به خدا. گرفتاری دارد. گرفتار نیست این صندوق دار سابق بانک صادرات. آن بابا گرفتار بود. استاد میگفت از آن وقت تا حالا من در بند نرفتم، حتما گرفتار نشدم. بهمن گفت قبول نیست، باید یک چیز دیگر تعریف کنی، چیزی که سر خودت آمده باشد. جناب صداقت گفت نه باید برقصد. استاد گفت باشد میرقصم، اگرچه هیچ وقت نرقصیدم. خوب رقصید، خوش بود بدنش، مثل نسیم اون شب میخواست برقصه. خوب رقصید، خوش بود بدنش، دست و پاش انگار چند تکه چوب بود، اما رقصید. میشنوی امین آقا؟ رقصید و هی سر و دست تکان داد، چرخ و نیم چرخ زد و هی مثلا قر به کمرش گذاشت. بالاخره هم نشست و یک دفعه زد زیر گریه. میگفت من نمیتوانم. کجاست حالا؟ گوشت با من است؟ گفت نمیتوانم، من هیچ وقت نرقصیدم، ترسیدم که برقصم یا بخوانم، حتی توی حمام تک و تنها صدام را ول بدهم. میترسند آن پایین شاید، مثلا این همسایه زیری که دیگر در گوشی بیداد نمیزند. شاید هم خبری هست که نمیخواهید به من بگویید. خبری شده امین آقا؟ مرگ بچه ها راستش را به من بگو. این مدت که من افتادم رقصیدن که بر نیفتاده، کوچه باقی خواندن، گرفتار طره زلفی شدن. من میخواهم بفهمم، حق دارم. وقتی میشود عکس آغاز خلقت را گرفت، چرا من نتوانم بفهمم که در آن 30-40 متر پایین پشت این ساختمان چه خبر است؟ بیا بگیر زیر بال مرا، بروم ببینم چه خبر شده که دختر من عزیز بابا 15 سال است یک تلفن نمی کند یا یک بند انگشت نامه نمی نویسد و هی صفیه می آید می گوید صدیقه سلام رسان. 100 سال سیاه نمی خواهم سلام برساند. شنیدی چی گفتم؟ گفتم 100 سال سیاه نمیخواهم سلام برساند. وقتی من نمی بینمش سلامش به چه دردم میخورد؟ نکند بلایی سرش آمده. با تو هم امین آقا، گرفتاری بد است، اما اگر آدم گرفتار چیزی باشد مثل آن مکانیک که طوری نیست. بیدار که میشود میفهمد که چرا بیدار شده. همین را میخواستم بگویم.
اما نه، یک چیز دیگری داشتم میگفتم. آره میگفتم یک بابایی همین 1 ساعت پیش تلفن کرد که امروز عصر 2 تا جوان ساعت 5 میآیند توی میدان ونک که برقصن. تو که رفتی بیرون تلفن کرد. مطمئن نیستم که گفته باشد ونک، اما مطمئنم که گفت میخواهند برقصند. من هم زنگ زدم به اصغر گفتم عمو شنیدی که 2 تا جوان خیال دارن سر 5 بعد از ظهر توی میدان ونک برقصند؟ گفت که چی؟ گفتم چیش را نمیدانم اما مطمئنم که میرقصند. از خودم دارم در میآورم. هی هم زنگ زدم به استاد گفتم به شادی عکس گرفتن از آغاز خلقت میخواهند برقصند. گفت این یک چیزی، من هم حتما میآیم. وقتی صدای در آمد و تو انگار آمدی داشت همین را میگفت بیا تو هم زنگ بزن و همین را بگو به هر کس که دلت خواست زنگ بزن. بعد هم کمک کن بنشینم، شلوارم را هم بده تنم کنم نو باشد. بعد هم با هم میرویم پایین، هی از این و آن میپرسیم. از راننده تاکسی من میپرسم راسته که گفتند امروز یک پسر و یک دختر جوان میخواهند بیایند توی میدان ونک برقصند؟ اگر پرسید چه ساعتی میگوییم سر 5 عصر. بعد هم میرویم همانجا کنار میدان روی یک نیمکت مینشینیم. فقط هم کافی است به 1-2 نفر خبر بدهیم و بعد برویم آن وسط. اگر سر 5 2 تا آمدن که هیچ، اگر نه این دیلا را تو میدهی زیر این بغلم و آن یکی را هم زیر این، تو هم بلند میشوی و بعد 2 تایی شنیدی چی گفتم امین آقا؟ چرا حرفی نمیزنی؟ متشکرم.